بازی خوبی بود. من فکر می‌کنم که تیم پرسپولیس امروز بازی خوبی انجام داد و اینکه ما تونستیم با گل‌های زیاد این بازی رو ببریم باعث خوشحالیه. درست موقعیتمون گرسه ولی بیشتر از این باید تلاش کنیم، بیشتر از این باید تمرین کنیم تا بتونیم نتایج بهتری بگیریم. کامیاب به پایان میرسه. ببینید دقیقاً هم خب نه، منظورم اینه که باید بیشتر تلاش کنیم، خیلی بیشتر از این چیزی که هستیم باید تمرین کنیم، تلاش کنیم تا بتونیم. اینطوری هم درست نیست که ما یه بازی ببریم، یه بازی مساوی کنیم، یه بازی به بازی اصلا خوب نیست. اجازه هم شما رو زدم مثل چیز خفیه. حالا به نظر من تیم پیکان تیم خیلی جوون و خوبیه. آقای ویسی با این جوونا به نظر من خوب کار کرده. اگه چند تا بازیکن با تجربه داشته باشه بهتر میتونه. ولی تبریک میگم، واقعا پیکان جلوی ما فوتبال بازی کرد. ضد فوتبال بازی نکرد و هوادار پرسپولیس تبریک میگم، برد پرگلی بود بعد از مدت. من فکر می‌کنم که تیم پیکان بازی خیلی خوب انجام داد. نیمه اول موقعیت خوبی داشتن ولی خب این مدت تیم جوونی بودن. فکر می‌کنم آقای ویسی خیلی زحمت کشیده بودن برای تیمشون ولی خب اون خواسته‌هاشون هستن. ولی تیم ما امروز با تجربه بازی کرد، از موقعیت‌ها خوب استفاده کرد. ما تو بازی دیگه موقعیت خوبی داشتیم ولی متأسفانه توپامون تو گل نمیرفت. خوشبختانه امروز توپامون تو گل رفت و این نتیجه به دست. بازی به نظر من خیلی خوب بود. تیم پیکان تیم قابل قبولیه و این حرفی هم که میزنم تو چند تا هفته اخیر اینو تونستن که نشون بدن. خدا رو شکر امروز ما یه برتری قاطعی نسبت به تیم پیکان به دست آوردیم. امیدوارم که این روند رو بتونیم ادامه بدیم. اول از همه من این برد رو تقدیم میکنم به صاحبان اصلی و تبریک میگم به صاحبان اصلی این تیم، هوادارهای این تیم، کسایی که واقعا روزهای مختلف خون و دل خوردن و واقعا در سالهای متمادی از این تیم حمایت کردن و امروز هم واقعا بسیار زیبا از تیم حمایت کردن. دقایق ابتدایی من واقعا از اونها سپاسگزارم و ایشالله که ما به عنوان خادمان این هوادارا بتونیم خلاصه دل اینا رو همیشه شاد کنیم. من فکر کنم تو پرچم محکم‌تر بخوره زمین بیشتر میره بالا. امروز ما خیلی بد خوردیم زمین، اونم روبرو پرسپولیس. تو بازی که پخش مستقیم بود همه دوست داشتن پیکانو ببینن آقای ویسی چیکار کرده. من فکر کنم یه باخت خیلی سنگین بود و از این باخت ما همه بازیکن‌ها کادر فنی میتونن تجربه کسب کنن. روند ناکامی بالاخره به پایان میرسه. یه بازی برد، یه بازی مساوی. به نظر ما احتیاج به 5 تا 6 تا برد پشت سر هم داریم. با یه برد و یه مساوی یه باخت چیز درست نمیشه. ولی من مطمئنم ان شاءالله تیممون به روزهای خوب، ما هر موقع داریم میبریم تیم تو شرایط خوب لیگ تعطیل میشه و متاسفانه این شرایط بدیه. ولی ان شاءالله من حرف شما رو قبول دارم، با یه برد چیزی درست نمیشه، با 5 6 برد پشت سر هم. با یه برد قبول دارین که درست نمیشه تیم پرسپولیس یه بازی برد، یه بازی مساوی، یه بازی باخت. بالاخره این روند ناکامی باید به پایان برسونید دیگه. ان شاءالله تلاش می‌کنیم که هر چه زودتر شرایطمون ایدئال بشه و بتونیم که دل هوادارمون رو شاد کنیم. یه تشکر ویژه باید بکنم از هوادارمون که تو همه شرایط ما رو کمک میکنن، یاری میکنن، دستشون درد نکنه. ان شاءالله که بتونیم شرایط رو خوب بکنیم برای بازی بعد. تیم رو قلتک میفته بعد دوباره به تعطیلی لیگ میخوره، پرسپولیس دوباره افت میکنه. خب بالاخره تیم ملی هم بازی مقدماتی جام جهانیه که قراره برای جام جهانی تیم ملی هم آماده بشه. خب اینم یه چیزایی هستش. ملی پوشا میگن لیگ تعطیل بشه بهتره، اونا که ملی پوش نیستن میگن تعطیل نشه. الان حتی تو تیم شما میاد میگن تعطیلی به ضرر تیم، میاد میگن نه. ما وظیفه‌مون اینه که کارمون رو بکنیم دیگه، چه تو تیم خودمون چه تو تیم ملی. وظیفه‌مون اینه که با تمام وجود در خدمت باشگاه و تیم ملی باشیم. امیدوارم که بتونیم از این فرصتایی هم که به وجود میاد همه تیم استفاده کنیم. ما تو این چند هفته‌ای که گذشته واقعا فوتبال قابل قبول رو انجام دادیم. شما نگاه کنید دو هفته پیش راهن رو بردیم، هفته قبلش با سایپا بازی قابل، واقعا نتایج خیلی خوبی رو کسب کردیم. حالا شما اینجوری میگین نمیدونم حالا رو چه حسابی داریم میگیم، ولی ما چند هفته فکر کنم 5 6 هفته از روند خیلی خوبی رو داریم ادامه میدیم. بسیار که استفاده دادم مثل اینکه خدا کنه برگرده. من میگم که یکی از بهترین مربیایی است که تا حالا باش کار کردم. من فکر کنم هیچ چیزی کم نذاشت آقای ویسی. تو تمرین اون چیزایی که لازم بوده به ما یاد داده. یه مقدار من فکر کنم بازیکن‌ها کم کاری کردن و مشکل اصلی ما اینه که خیلی راحت گل می‌خوریم. اینا بر نمیگرده به خط دفاعی. من فکر کنم تیمی که گل می‌خوره تمام بازیکنان مقصرن. تیمتون تا میاد رو قلتک بیفته روند رو به رشدش ادامه بده دوباره لیگ تعطیل میشه. الان دوباره تعطیل شدیم، دوباره برمیگردین. حالا معلوم نیست که این روند ادامه پیدا کنه یا نه. ببینید من یه چیزی بهتون میگم، ما همه اینجا جمع شدیم اینجا که حتی شمایی هم که اینجا اومدین گزارش تهیه همه اینجا جمع شدیم برای تیم ملی. امیدوارم که تیم ملیمون به جام جهانی بره، این حرفا حدیث هم کمتر بشه. به نظر من شخصی اینه که همه مایی که تو لیگ برتر داریم تلاش میکنیم برای تیم ملی. امیدوارم که تیم ملیمون هم موفق باشه. حالت تعادل نره پیکان، یا بازی‌ها رو خیلی با تفاضل گل خوب میبره یا خیلی بد میوازه. من فکر کنم خب کم تجربه بودن تیم باعث میشه که ما یه بازی خوب باشیم، یه بازی بیام خیلی بد بازی کنیم و تعداد گل زیادی دریافت کنیم. بازیکن با تجربه هم کم نداره تیمتون. خود شما های تماسبی، های کامل مفرد
راستش من خودم به شخص از اول فصل من فکر کنم 5 6 تا بازی رو به خاطر معصومیت نتونستم به تیم کمک کنم. همین مشکل رو جلال کاملی هم داشته، 4 5 تا بازی نبوده به خاطر معصومیت. از اول فصل ما یه تیم کامل و یعنی یه جوری آقای ویسی تیم کامل رو در اختیار نداشت. من فکر کنم نیم فصل یه تایم خوبی برای تغییر تحولاتی که قرار انجام بده. بحث این صراحت کلام داشتن مسئولین تیم پرسپولیس بود. یه مقدار انتقاد میشد چرا سرپرست تیم تو صراحت کلام یه مقدار با هوادارا مشکل داره که مثلا مدیر عامل تیم مجبور بشه که به سرپرست تیم من تذکر دادم. آقای رویانی گفتن که به شما تذکر دادن که یه مقدار با صراحت کلام بیشتری صحبت کنیم با بینندگان و هواداران. آقای رویانی هر تذکری بدن مسلما بزرگتر ما هستن و ما باید حتما گوش کنیم به تذکراتشون. ولی مسئله ای که الان توی تیم بوده، من متاسفانه اون شب تو برنامه‌ای که پیش اومد یه جمله‌ای رو میخوام از شما بپرسم. شما تو خانواده‌تون اگه مشکلی پیش بیاد، برادرتون یه اشتباهی کنه و واقعا شاید هم اشتباهی نکرده، به شما میگه اشتباه نکردم، آیا شما پیگیر میشید که بگید حتما اشتباه کردی؟ ولی بعدش میام اعلام میکنم که من متوجه شدم که خودش این کارو کرد، ولی شما اینو اعلام نکردین، شما سر صحبتتون موندین. چون که ایشون به من واقعا گفت سر خورده. خب من یه سوال دارم، بعضی وقتا ماها توی مسلکمون تو مذهبمون میگیم بعضی از چیزا رو باید چشممون رو ببندیم و واقعا اگه میدیدیم این مسئله رو 100% اعلام میکنیم. ما چه این مسئله رو ندیدیم و ایشون به عنوان یک فرزند این خانواده، من حرفش میذارم داله بر صحت،